بسیار زیاد تبریک باشه افتتاح هدف سیاه بلک تارگت و عنوان‌های زیبا و پیام‌های زیبایی که این فیلم داره. تشکر از شما کفشانی عزیز، تشکر از تلویزیون زیبای میوان، رسانه قلب‌ها. ما بعد از یک وقفه طولانی که 7 سال بود دوباره در فیلم هدف سیاه ظاهر شد. خدا را هزار بار شکر. مطمئنم همگی خوشحال هستند. مسعود بعد از بسیار وقت آمدی روی صفحه سینما، باز هم با یونیفرم نظامی و خواستی یک افسر پلیس باشی. با چه هدف؟ هدف قرار دادن هدف سیاه. امروز در افغانستان جنگ روی کدام مسئله است ما خودم نفهمیدیم. مردم نمیفهمند. سیاست آنقدر مغلق و پیچیده است. خواستم این فیلم به نام هدف سیاه نامگذاری کنم که ما دشمن خود نمیشناسیم کی است. و این فیلم امیدوار هستیم که باعث همبستگی مخالفین افغانستان با دولت افغانستان شود و همچنان خواستم یک ابتکاری برای قوای مسلح افغانستان کنم که از مقام ریاست دولت تقاضا میکنم که 1393-02-31 به نام روز قوای مسلح در افغانستان نامگذاری کنند، چرا که دوری دولت با مردم باعث شده که یک سلسله گپ‌های دیگه در بین شود و این فیلم به خاطر همبسته ساختن صفوف نظامی با مردم است و به خاطر همبسته ساختن مردم با نظام است. بله، قطعه واکنش شما را باز بدید. در مورد فیلم هدف سیاه چی میگی؟ مسعود هاشمی کارهایش قبلا هم آشنا بودی، در هدف سیاه چقدر تفاوت دیدی در کارهای مسعود؟ خب اجازه را بگوییم که مسعود جان هاشمی یکی از جوانای پرطرفدار و با استعداد ما هستند که نام خدا میتونیم بگوییم که امروز باز هم یک گل تازه در سینمای افغانستان شکفته و این جای افتخار است که ما آمدیم امروز. نام خدا بسیار زیاد زیبا بود فیلم و تماشا کردیم و لذت بردیم از فیلم. مسعود هاشمی قبل از این با فیلم قبلی شهر گناه آشنا هستیم و فیلمی که مسعود هاشمی را در واقعیت بر شما معرفی کرد. کارگردان فیلم شهر گناه و کاراکتر دیگه که همبازی مسعود هاشمی در فیلم شهر گناه بوده و با همکاری هم فیلم ساختن عادلشاه روکی با ما هست که بسیار زیاد خوشحال هستم در افتتاح هدف سیاه میبینیم. میرویس جان، خودت کسی هستی که مسعود دایرکت کردی و امروز بیننده فیلمش هستی، چی تفاوت ها احساس میکنی نسبت به فیلمی که خود دایرکت کردی در هدف سیاه؟ با عرض سلام، اول از همه ما تبریکات و تمنیات به تمام تیم مسعود جان هاشمی به جایش فیلم تقدیم میکنم. واقعا زحمت کشیدن فیلم ساختن مشکل است در افغانستان. ما برشان تبریک میگم، زحمت‌های خود کشیدن، میشه که از این بیشتر زحمت بکشن. تقدیر میکنم فیلمشان. ما بسیار خوش میشم وقتی که رفقای خود ببینم در سینما باشه، در کار باشه. فعلا که چون ما از سینما کمی دور ماندیم، ما کارهای از اینا رو دیده لذت میبرم. من فقطای بیشتر برشان دارم. دوستان خوب، ما تصویر تاپندار رو بیننده باشین. اگر میخواین که ویژه های سینمای افغانستان رو بدانین، یک کسی را برم امروز صحبت میکنم که لبخند بر لبتون میاره، پس با من همراه باشین. رمان حقیقی، سلام. خوب هستن کفشانی صاحب جان؟ درستی کنسرت خسته شکر فالله. در افتتاح هدف سیاه حضور داری، چی تفاوت پیدا کردی در کار مسعود هاشمی نسبت به کارهای قبلی؟ مسعود جان هاشمی را اول فیلمش برشان تبریک میگم. از فیلم گذشته های خود کردن، خوب فیلم جور کردن و واقعا یک کار نو کردن برای سینمای افغانستان. یک گپ خوب در گوشه چرک سراغ کتی داخل کن. بسیار کساست که دارمان خدمت به وطن زیر خاک شدند. قوی ترین مرد افغانستان در کنار ما هست و ببینیم که قوت فیلم هدف سیاه را تا چه حد میدانند و در ترازوی ورزش افغانستان هدف سیاه چه جایگاهی برای خود دارد. بسیار زیاد خوشحال هستم که در جمعی از سینماگران خودت امروز میبینم. جهان سپاس. بدون شک بر اولین بار بود که در افتتاح یکی از بهترین فیلم های افغانی، بلندترین فیلم افغانی که مانا بلک تارگت یا هدف سیاه بود، ما امروز قرار داشتم. واقعا مسعود جان هاشمی یک شاهکار بزرگ از خود نشان داد. جوانمردی، پایمردی و بزرگ مردی افسران قوای مسلح و بخصوص پلیس ملی را به تصویر کشیده شده بود که این فیلم واقعا یک فیلم زیبا و دوست داشتنی بود. جا داره که ما از مسعود هاشمی و دستان در کارهایی که در این فیلم همشان نقش بازی کردن جهان سپاس کنم و با امید روزی که همچون سوژه های افغانی را تمام سینماگرای ما
در عمل پیاده کنن، بگذارن آن سوژه های امیتاب بچن و درمندر و امثال هم. بالاخره ما 1001 سوژه داریم، 1001 داستان داریم. از داستان های خود افغانی کوشش کردن استفاده کنم. فکر میکنم خاطرش سالهای سال در ذهن مردم بانه. ما واقعا بسیار خوش هستم برای اولین بار از طریق افغانای خودم تشویق شدیم و جای افتخار است. بسیار جای افتخار و خوشی است. تبریک باشه بازم براتون. اجمل ایوبی بر ما میگه که هدف سیاه چگونه بود با کارهای مسعود هاشمی. کل ما آشنا هستیم، چقدر در تفاوت با شهر گناه یافتین هدف سیاه؟ در گام نخست سلام عرض ادب خدمت بینندگان عزیز تلویزیون MBN. سپاس امتنان میکنم از دوست بسیار خوبم فضل‌الهادی کفشانی و کامرامین عزیزش. ثانیاً فیلم زیبای هدف سیاه را برای مسعود جان هاشمی و دستاندرکاران تیمشان تبریک و تهنیت عرض میکنم. به نظر شخصی ما یک فیلم بسیار جالب متفاوت از فیلم شهر و گناهش بود و کاراکتری که خود مسعود جان هاشمی نقش بازی کرده بود خیلی خوشم آمد و موفقیت‌های مزیدش در عرصه هنر خواهان است. شعیب ایوبی چی میگه؟ امروز چی احساس داری؟ یک دوست فیلمش به افتتاح میره و خودت هم بیننده‌اش هستی. با هدف سیاه چقدر خوشبین شدی برای پردای سینمای افغانستان؟ عرض ادب و احترام خدمت خودت و خدمت تمام بیننده‌های تلویزیون زیبای MBN. و ثانیاً این اوارد را که با آقای مجاهد از طرف اتحادیه اروپا و در فستیوالی که برش امروز رسید تبریک میگم مجاهد صاحب عزیز. و فیلم هدف سیاه از صمیم قلب مسعود هاشمی با تمام کلکتیو تیمش از صمیم قلب تبریک میگم. دیگه یک فیلم بسیار خوب بود، یک فیلم زیبا بود. با واقعیت هر گلی که در سینمای افغانستان میروید برای ما افتخار است و یام جای خوشبختی بود امروز یک گل زیبای دیگه در سینمای افغانستان روید. برای ما کلانترین افتخار است. فیلم زیبا و خوبی بود. بازم از صمیم قلب برش تبریک میگم. خوب، یکی از افتخارات سینمای افغانستان هنرپیشه عالی و دل نزدیک شما غفار قطبیار در کنار ما هست. خوشحال هستیم که در هدف سیاه با هم میبینیم و افتتاح فیلم مسعود هاشمی، یعنی فیلم خود ما هست دیگه. قطبیار صاحب چی احساس داری امروز مسعود هاشمی بعد از فیلم اولش فیلم دوم هنرنمایی کرد و من حیث یک هنرپیشه عالی سینمای افغانستان نظر شما چیست در مورد؟ واقعا کفشانی عزیز احترامات خدمت شما، خدمت بیننده‌های محترم شما. واقعا امروز یک روز بسیار خوشایند بوده. دوست ما فیلمی که ساخته جای افتخار است برای ما سینماگرا. هر جوان ما که امروز فیلم میسازه، نه ای که فیلم خراب، فیلمی که مطابقت داشته برای فرهنگ ما شما، برای رنات ما شما، برای مردم ما شما. واقعا فیلم خوبی بود، ما تماشایش کردیم. موفقیت‌های بیشترش از خداوند در زمینه خواهد.